باشگاه برق شیراز از کجا اومده؟ جمع کن بریم شیراز. تو سال 25 یه عده جوون که تو کارخونه چراغ برق کار می‌کردن به رهبری ابراهیم نعمت‌اللهی تیم فوتبال برق شیراز رو تأسیس می‌کنن و برق تبدیل میشه به یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران. اون اوایل کارخونه حمایتایی از این تیم می‌کرده، اما از یه جایی به بعد ابراهیم نعمت‌اللهی با هزینه شخصیش باشگاهو مدیریت می‌کنه. بیایم سال 54 وقتی که تعداد تیم‌های جام تخت جمشید از 12 به 14 افزایش پیدا می‌کنه، تیم برق با لباسای نارنجی و به عنوان جوان‌ترین تیم وارد سطح اول فوتبال ایران میشه. آخ اینجا رو خیلی خوب گوش. اون موقع برق بازیکن خوب کم نداشته. شاغلامو داشتن، احمد رزمی رو داشتن، علیرضا قشقاییان، مجید سلیمپور. اما اوج کار برق با همین جوونا سال 56 بود که تو محله سعدی شیراز با فوتبال بازی کردنشون آتیش به پا می‌کردن و به عنوان بهترین تیم شهرستانی رفتن جام استقلال چین و سوم شدن. تو همون سال 56 تیم تاج که تیم گردن کلفتی هم بوده توی شیراز 3 تا از برق میخوره. اینا رو بی خیال. بریم دهه 70. اینجا باید به برقی بودنت افتخار کنی. ورزشگاه ارتش شیراز یا حافظیه هر وقت که برق بازی داشت جای سوزن انداختن نبود. برق تو همین دهه دوبار میره فینال جام حذفی. سال 75 نایب قهرمان میشن، اما یک سال بعدش بهمن کرج رو میبرن و قهرمان میشن و میرن جام باشگاهی آسیا. کات از اواخر دهه 80 برق رنگ لیگ برتر رو ندید. تو سال 401 این باشگاه منحل میشه، اما تو سال 404 دوباره به فوتبال برمیگرده. اگه طرفدار برق هستی یه قلب نارنجی بندازین زیر. صفحه منم برای شنیدن قصه های بیشتر دنبال کن. آقا ما چرا هنوز شیراز نرفتیم؟ یکی میشه بهم بگه؟